در برابر افزایش فشارها علیه مهاجران، محدودیت و تغییرات در کار و زندگی زاده‌های آسیای مرکزی در روسیه هم بیشتر شده است. با اطلاع حامیان حقوق، ترک روسیه کردن شهروندان تاجیکستان که همزمان شناسنامه روسی دارند محدود می شود. برخی از مهاجران گفتند الکی در این باره در صفحه خصوصیشون در گوسوسلوگ آگاهی گرفتند. همکارم شهلا گلخواجه این موضوع را تحقیق کرد و حالا در استودیو با ماست. شهلا، مهاجران چی میگویند؟ بله زرانگیز، یکی از مهاجران توجیک روز 24 می از شهر سنت پترزبورگ در صحبت با رادیو آزادی گفت صبح امروز از گوسوسلوگ برایش پیامک آمد که حق بیرون رفتن از روسیه را ندارد و برای فهمیدن سبب باید به مقامات محلی زیستش که آنجا ثبت نام شده است مراجعت کند. این مصاحبه مان میگوید 14 سال پیش در منطقه آلتای خود را در قید جای زیست گذاشته بود. در ما آتشی کرای پراتیسکم خونده بعد نه بچه همه زنگ زدم گفت که چند بار اومده بودن همو پولیسکا اومد همو جایی که خانه که زندگی میکنی او حاضر نیسته و همونجا را اومد دیدیم که شما در اینجا زندگی نمیکنی و همو ممکن همو با واسطه همو گوسوسلوگ شما را از حدود روسیه برآمدن ما کردن. همه گفتگی بودن که تو چند پاسپورت میبرن. اما یک روز موندگی اسپید کردن مرا در نیام یافتن که اگر مثال اگر 46 می درآمدم اگر ممکن که نمی اومد. با گفته این هم صحبت ما او 25 سال می شود در روسیه زندگی می کند و این بار اول است که با او دعوتنامه خدمت میآید. اکنون او نمیداند که تا کدام وقت محدودیت اخراج شدن از روسیه عمل می کند. با قول وی این به مثل اسارت است. از یک سو من به جنگ رفتن و ریختن خون ناحق را نمی خواهم، از طرف دیگر امکان ترک کردن این دولت را نمی دهند میگوید هم صحبت ما. همچنین او گفت که چند حالت دیگر را میداند که به مهاجران دعوتنامه دادند و به خدمت سفر بر کردند. در ضمن هفته جاری دوم دولتی روسیه از تغییرات به قانون جاری نمود که طبق آن به شهروندان از لحظه سپردن دعوتنامه از جمله در شکل رقمی بیرون رفتن از روسیه منع می شود. شخصی دعوت شونده باید پس از گرفتن دعوتنامه در دوام 5 روز بر ریاست مدیریت وزارت کارهای داخلی آمده شناسنامه خارجیش را سپارد. خب آیا با حامیان حقوق هم در این باره مراجعت زیاد میکنند شهلا و اصلا آنها سبب رو چی میگویند؟ بله زرانگیز، برای مثال حامی حقوق مهاجران والنتینا چوپی که بعد اخراجش از روسیه حالا در آمریکا به سر میبرد میگوید با او نیز شکایت ها درباره سفربری افرادی که دو شهروندی دارند به ارتش رسیده است. او گفت روسیه در انتظار حمله جوابی اوکراین است و بنابراین نباید انتظار شد که وضع بهتر گشته و مهاجران را به جنگ نمیفرستند. هر کسی که تا حال دعوتنامه نگرفته است باید فوراً روسیه را با شناسنامه ملیش ترک کند. نباید به سن و سال، 3 فرزندی، بیماری، نداشتن ثبت اقامت زیست و یا نبودن تجربه خدمت امید ببندد. ولی آنهایی که الکی دعوتنامه گرفتند باید بدانند که دیگر برایشان نه کار رسمی، نه نفقه پولی و نه زندگی شایسته در حدود روسیه نمی شود. والنتینا چوپیک افزود باوری دارد مقامات روس استفاده مهاجرانی را که شناسنامه روسی دارند در جنگ باعثی برای قربانی زیاد خواهند کرد، اما آنه که سفربری به جنگ رسما همچون موبیلیزاسیون و یا اصطلاح دیگر نامیده خواهد شد وقت نشان می‌دهد. تشکر شهلا. بعد آغاز جنگ روسیه در اوکراین در ماه فوریه سال گذشته و سفربری نیروهای علاوگی به این جنگ 10,000 نفر از جوانان و مردان سنی خدمت از این کشور فرار کردند. از جمله قسمی از جوانان تاجیک هم که شهروندی روسیه را دارند از بیم سفربری به جنگ به تاجیکستان برگشتند. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید.